قدرم و مدارانی ثابت کردن. ما در هر یک جا امر معروف میکنیم، وادار میکنیم که شرایط بده شده است. هر یک بنده مسلمین باید فهمد که هر یک قدم ما گناه است. چون که میگویند جوانان زیایان آینده ملت است. هر زیایانی حاضر در تاکید میکنیم که بچه های جون تپروس نکشه، ناس نکشه، تو مرد باشی بنگ بزن، افیون بزن، آنه گیر بزن، تکایی ملیخوان بزن، تو نامرد هستی برم ناس میخری همون پیوه غدان شکمت برم که دیگه قبلی ساقدم آری میمری سپیش زنی کنیک پنجی باز کزن که یک تبینه بگه مرد است. این نامرد برادر به همون چشمی بد نگاه میکنی، در همون دخترها در همون بیوزنها نگاه میکنی، حسد میخری، این نامردی است. میتونه قفیدگی تا فوز مانده گویده میگی وقتی مرد هستی نامردی نکن. ما در پس در میزنیم همین مسئله رو میبینیم. هر مرد باشه قفیدگی چه کود کده گویده میگیری نمیتونه کون تا بجا. با همین برادر عبری معرفی خانزینه ما با نسید کسی که یگان عرض شکایت دارن همه به عرض زیرین نال خود سیاد که زنگ زنید با ما در تماس باشه.